سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو. بچه‌ها توی این ویدیو قراره که بریم با هم دیگه ولاگ آخرین روز مدرسه رو داشته باشیم. آخرین روزی که من میرم کلاس هفتم و پایه هفتم رو میخونم. بچه‌ها من همین الان خیلی دیرمه، برای همین حرف اضافه نمیزنم و زودتر ویدیو رو شروع میکنم. قبل اینکه این ویدیو رو شروع کنیم حتما این ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو برام بنویسید، کانال من فالو کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. بچه‌ها من الان 21مه و همین امروزم این ویدیو رو براتون آپلود میکنم. از مدرسه اومدم ادیتش میزنم و آپلود میکنم براتون میذارم. و آخرین روزیه که میرم مدرسه، آخرین امتحانم آمادگی دفاعیه که هیچی براش نخوندم و اینقدر ریلکسم و صبح زود پا شدم یکم خوندم ولی اصلا وقت ندارم چون 7 تا 30 دقیقه است و من از اونجا تا اینجا 20 دقیقه حدوداً راهه و اینکه خیلی دیگه دیرمه. خلاصه اونم اگه اسنپ زود گیر بیاد 20 دقیقه بگم بهتون. کتابم برای همین با خودم میبرم کتابم. خب بعد اینکه الان میریم آماده شیم زودتر که بریم. من دست و صورتمو شستم و اوکی اینا، فقط میریم ضد آفتاب میزنیم و اینجور چیزا. آفتاب میزنم، بالم لبم نمیزنم چون الان تا پیداش کنم خیلی طول میکشه. طول نمیکشه ولی همین 2-3 دقیقه‌ای هم که طول میکشه خب خیلی با تایممون رو مثلا میبره و اینجور چیزا، چون اصلا وقت ندارم. بچه من یه روز 8 و 20 دقیقه نگاه کن زد به این، یه روز 8 و 20 دقیقه رفتم مدرسه و اینکه میگم اصلا وقت ندارم. تازه ساعت 5 و 11 دقیقه گرفتم خوابیدم، 6 و نیم پا شدم. بچه ها نمیدونم چرا همچین کاری میکنم، انقدر دیر میخوابم. ولی الان آینه نیست، این جلو خوده مثلا دوربین دارم اینجوری میکنم، اگه یه موقع سفیدی موندینا دیگه ببخشید. خب بچه ها الان اوکی، ضد آفتابمون هم زدیم، یه درجه پوستم سفیدتر میکنم. حالا بریم که لباس فرم و اینا رو بپوشیم و زودتر، هر چی زودتر بریم مدرسه. فقط یعنی من انقدر که دیرمه، هم دیرمه هم دارم ویدیو میگیرم. بعد همه بچه ها چون روز آخری دیگه گوشی میارن و ویدیو و فیلم و اینجور چیزا. خوبه امتحان آخرم مثلا آسونه، آمادگی دفاعیه، ولی بازم من هیچ وقت هیچی برای آمادگی دفاعی نمیخونم. نمیدونم چرا هیچ وقت هیچی نمیخونم و میافتم به این روز که تو ماشین بخون، این ور بخون، اون ور بخون. اصلا خیلی بچه ها وضعیت بدیه. زودتر بریم. نگاه کن فقط اینو. خب الان دیگه اینو بپوشیم و مانتو پانتو بپوشیم. بچه امروز هم صبحونم نخوردم، اون چاییم اونجا، این تخم مرغم گذاشتم این بر، این پیشول و پیشی نخورنش. و اینکه یا اول فصل 34 دقیقه است. خب بچه ها من دیگه این دکمه های اینو میبندم و شلوارم اون رو میپوشم، اسنپ رو میزنم بیاد و اینکه از اونجا هم کامل براتون ویدیو میگیرم و اینکه میبینید دیگه. خلاصه امیدوارم که شما هم سال تحصیلی خوبی رو داشته باشید و سال تحصیلی خوبی رو بعد 3 ماه تجربه کنید. البته خیلی ها شاید جهشی بخونن، امیدوارم که جهشی هم میخونید موفق باشیم. بزن که بریم مدرسه. خب بالاخره یکی قبول کرد و 7 دقیقه دیگه میاد. من هنوز دارم تفکر میخونم و همینجا دقیقاً جلوی در میشینم تا ببینم کی میرسه و تفکر بخونم، کفشام بپوشم. بعد دیدم دیگه داره میرسه برم پایین. بچه ها در مدرسه رو بستن. رسیدیم مدرسه. گوشی رو میذارم اینجا. این کیف کیه؟ میذارم تو کتابم. 2000 years later. بچه ها تو شیشه ماشینه خانم چالایی به فکر لاتی باش. ما که دارم پر معلم یه چیزه. امتحان تمام شد. راحت. چرا؟ عوضی کنم دیگه بگیرم وایسا ساعت چنده؟ ساعت 8 اومدیم 8 و 22 دقیقه است. الان میبینم حالا راست میگه. سوین کجا رفت؟
ندار بزنی میخوای زنگ بزنه بابا ما هم دیگه رو میبینیم بابا خب میبینیم عربی بود رفتم پیشه حاجی نگیر شایی بزرگ میگیرم حتما از همه جا میگیرم دعواشو دعیا چقدر جوگیره محبی کدومش؟ محبی کیه؟ میشناسمش میگم کجاست میخوام اصلا سید بدنسم خدا نگهدار سال هفتم بای بای استفاده از این بالا من شرکت الان تگو میزنیم میریم تو و یه سری صحبت ها باتون بکنم و بعدش هم میگه پایان ویدیو بچه ها ما خونم این خب آسانسورمونم خرابه مجبوریم که با پله بریم حالا من دیگه بیشتر از اون گفتم براتون فکر نگیرم از در و دیوار چون که جذابیتی نداره در دیوار ببینید که چی بشه وای خب بچه‌ها من اومدم خونه که اینجا خداحافظی کنم باهاتون و اینکه من تا جایی که تونستم براتون ویدیو گرفتم و مثلا از جاهای خوب ویدیو گرفتم امیدوارم که اولین باری که ویدیو رو آپلود بکنم آپارات پاکش نکنه چون بعضی جاها رو حالا سانسور میکنم اگه شد ولی خب بعضی جاها که سانسور میکنم من هیچ چیزی نداشته ولی خب آپارات کلا یه سری قوانین سخت داره که پاک میکنه اینجور چیزا و اینکه آره دیگه بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و تا ویدیوهای بعدی فعلا خدافظ